درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 47. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. استاد عینی مردی پرکار و مهنت دوست بود. هر بار که من با محبت به چینی پیشانه استاد نظر می اندازم، به خاطرم موجهای دریای بزرگ و رودهای شوخ می آیند. آن موجها از مهنت چندین ساله این ادیب بزرگ شهادت می دهند. بنابراین همه اثرهای ایجاد کرده استاد آینه دل خلق ما شدند. آنها کتابهای مقبول ترین خلق تاجیکند. میرزا ترسنزاده. هر بزرگ در تاریخ ملت مقام خود را دارد و هیچ کدام آنها فراموش نمی شوند. اما صدرالدین عینی بدون مبالغه چهره ناتکرار و جاودانی می باشد. صدرالدین عینی با آثارش بحر را می ماند بیکران. هر قدر که از او فاصله بیشتر می شود، به همان اندازه به تأکیدهای او احتیاج بیشتر پیدا می نماییم. خدای نظر اساس‌زاده. ملا محمود سیمای بخارایی از شعرای آخرهای عصر 13 از تحفة الاحباب. باز دل آرزوی دیدن جانان دارد، هوس فتنه آن نرگس فتان دارد. قدر آسودگی و راه سلامت نشناخت، فکر افتادن آن چاه زنخدان دارد. شود از حال دلی زاری من آگاه کسی، که دل اندر کف طفل چو تو نادان دارد. فرد. برآمد از حرم آن یاری تندخوی تو سیما، نمازی خویش قضا کن که آفتاب برآمد.
آسمان با راستان هرگز ندارد دوستی؟ تیر را دایم کمان از خویش اندازد به دور. سیما از صاحب کمالان بخارا بود، چنانچه در بیت آخریش اشارت است. با حکومت امیر مظفر مساوا کردن نتوانسته از بخارا به فرار مجبور شد. گویند که شهر به شهر و دیار به دیار قرین نکبت و مهنت بیشمار می گردید. از جای و تاریخ وفاتش معلومات به دست ندارآمد. دام الله ابوالفضل سیرت اعلم بخارا، وفات 1316 هجری. از تحفة الاحباب. داشت شمع حسن خوبان گردنی دعوا بلند، تا دمی حسنی بناگوشی تو زد خاموش شد. چون صبا آورد پیغامی تو گلها از چمن، بشنود تا حرف از وصفت سراسر گوش شد. داغی نیرنگی قلندر وضعی آینه ام، کین نمد پوش آخر از رخساری او گل پوش شد. قامتم خم کرد سیرت رشته طول امل، تازی سروا کردم این دستار باری دوش شد. از تذکیره صدر ضیا به طریق انتخاب. بگذاشتم بروی تو این دیده پراب، باید متاعی تر شده بردن بر آفتاب. ننگ از قد خمیده پیران چه لازم است، دریا نکرد آر ز بوسیدن حباب. سیرت به وصل صرفه عیش از کجا برد، موی است و آتش است کتان است و ماهتاب. نفس ز هرزه دوی ها چو رنجی راه کشد، به سایه کرمت محمل گناه کشد. همان به سوی توام رهنماست شوقی طلب، اگر به دیر برد
یا به خانقاه کشد. خطی جریمه ما شسته ثبت می یابد، محیط کی رقمی موج را سیاه کشد. به سعی کس نتوان یافتن تو را سیرت، به خود فرو رود و یوسفی ز چاه کشد. تکمه از بند قبا در مکشای و بکشای، یک دم از پیرهن خود ببرای و ببرای. شیشه را پر کن و ساقی، قدح از کف مگذار. شبی وصل است مغنی، بسرای و بسرای. خانه دل که من از غیر تو پرداختم، به فسونهای رقیبان مدرای و بدرای. حیرتی دیدم از آینه کم نیست مرا، لطف کن چهره تغافل منمای و بنمای. سیرت از قامت خم حلقه به آن در زده است، یک دم از خانه کرم کن بدر آی و بدر آی. از تذکیره حاجی عظیمی شرعی بخارایی. چون سایه اگر بخت نماید مددی ما، خورشید نهد پاس کرم بر نمدی ما. لطف است به عاشق چی نگاه و چی تغافل، در محکمه عشق قبول است ردی ما. یا رب چی فسون داشت رمی چشم غزالان، تسخیری این حلقه دام است ددی ما. ساقی ز خم و پیچ هوس سخت گرانیم، بردار به جام ز سری ما سبدی ما. ما را چو جرس شکر و فغان ورد زبان است، جز ناله به کوی تو نباشد بلدی ما. ما بیهوده در رنج تلاشی کم و بیشیم، از جوششی سرچشمه بود جزر و مدی ما. سیرت کف اهلی کرم اکسیری خطا خواست، نیک است اگر باز ستانند بدی ما. رباعیات در تجنیس قافیه.
دی ساغری می بخت ز دستت دادم، فریاد که امروز ز دستت دادم. صبر و خرد و هوش ز دستت دادم، در گوش تو کی رسد ز دستت دادم. در تضمین کجدار و مریض. ای کج کله هست تو، گیله دارم بدو چیز. دیر آمدی و زود گذشتی بسی تیز. اشکم که به گوشه کلاهت جا یافت، از بهر خدا کلاه کج دار و مریز. فردیات. با چنین رخساری آتش رنگ کین دم مر تو راست، می برد هر کس تو را آتش فتد در خانه‌اش. کیفیتی تحقیق ز تقلید مجویید، هرگز گل کاغذ به دماغ ندهد بو. نقل است که روز قاضی قربانخان فطرت در مجلس فضلا از اشعار خود این مطلع را خواند. مطلعی قربانخان فطرت. دارم دلی که شعله فروشیست کاری او، دامن مزن مباد که افتد شراری او. سیرت که در آن مجلس حاضر بود در بدیهه این فرد را علاوه نمود. من شمع مجلسم که به من هر کی دم زند، خاموش نشسته تیره کنم روزگاری او. سیرت اصلش از بلخ بود. در بخارا تحصیل کمال و نشو و نما یافت. شعر و ادبیات از کمترین فضایل او به شمار می رود. علم قال را با حال جمع نموده، فضل و کمال را با کمال حسن خلق امتزاج داده بود. از 70 سال زیاده عمر یافت تا آخری حال از تدریس طلبه علوم و از مصاحبت طالبان کمال دست نکشید. محمد صدیق حیرت در تاریخ وفات او 22 بیت انشاد کرده
به مخالص شعرا نامی علوم و کتب اشاره نموده است که شایان مطالعه است. در آن ابیات در ماده تاریخ نوشته: گرچه او خودزاده البلاد بلخ بود، در بخارا فضل و دانش را پدر شد بیگمان. بی خلاف این نکته روشن بود بر اهل کمال، متفق بودند بلخی با بخاری در فغان. ناله و فریاد اگرچه از بخاری سر کشید، داد بیرون شد ز بلخی هم پی تاریخ آن. مخفی مباد که از عدد بلخی بخاری که 1455 است، هرگاه سری ناله و فریاد که 1300 است سر کشد و داد که 9 است براید، باقی 1316 میماند که مطلوب است. میرزا عظیم سامی بوستانی از تومن بخارا، وفات 1325 هجری، از تذکیره افضل. دم غنیمت دان ز چرخی بی مدار اندیشه کن، مگذران امروز از انجام کار اندیشه کن. دیده های دام آرد بر زمین مرغ از هوا، چشم خود بگشا ز چشم انتظار اندیشه کن. هیچ میدانی که سامانی تو رنگی رفته است، اعتباری گیر ای بی اعتبار اندیشه کن. چون شکفتی برگریزی های گلشن یاد آر، از دمی بادی خزان اندر بهار اندیشه کن. چون خیال و خواب هجر و وصل یکسر بگذرد، این همه هیج است ای غفلت شعار اندیشه کن. تا به کی نازی به سامان غرور ای بی وفا، عاقبت بنگر ز جوری روزگار اندیشه کن. می بری از دل قرار و می کنی از من کنار، می شوی روزی چو سامی بی قرار اندیشه کن.
از زهر مار اندیشه کن، دست بر سراخ بری از زهر مار اندیشه کن، پای در گل می نهی از زخمی خار اندیشه کن. چون شناور نیستی پا بر لبی دریا منه، چون شناور نیستی پا بر لبی دریا منه، در میانش غرق مانی از کنار اندیشه کن، در میانش غرق مانی از کنار اندیشه کن. دشمنت گر پشه باشد کمتر از فیلش مدان، این نصیحت بشنو از من زینهار اندیشه کن. پشه از شب زنده داری خونی مردم میخورد، پشه از شب زنده داری خونی مردم میخورد، زینهار از مردمی شب زنده دار اندیشه کن، زینهار از مردمی شب زنده دار اندیشه کن. هرچند میتوانی مگه یار را یاری بود از یاری یار اندیشه کن. شمس تبریزی تو را جامی دهن اندیشه دار، شمس تبریزی تو را جامی دهن اندیشه دار، جام را بر کف بگیر از خمار اندیشه کن، جام را بر کف بگیر از خمار اندیشه کن. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 47-ум ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.